ممکنه دیگران نخواهند ارتباطات ما رو. مهم نیست که دیگران بخواهند یا نخواهند. مهم آن است که ارتباط ما با یکدیگر به نفع دو ملت و دو کشوره. مهم این نیست که دیگران بپسندن این ارتباط رو یا نپسندن. مهم آن است که ما منافع دو ملت و دو کشور را می‌بینیم. حتما توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست. اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست. امنیت تاجیکستان امنیت ماست. باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست.